هیچ جا نداریم که ما برای فراهم کردن زمینه ظهور امام زمان از مقامات برنامه بودجه درخواست کنیم که هر چه زودتر بودجه حرم حضرت معصومه تا جمکران رو بده که امام زمان همین جمعه اگه بیاد تو جاده مشکل پیدا نکنه. الو سلام آقا، رئیس برنامه بودجه است؟ عذرخواهی میکنم، این بودجه آسفالت بین حرم حضرت معصومه رو تا فرودگاه امام پرداخت میکنی؟ اگه امام زمان این جمعه بیاد آسفالت نیستا، گیر میکنه اونجا، بعد دوباره میره. حالا چند هزار سال باید وایسیم ببینیم ایشون کی تشریف میاره. یه زحمت بکشید اینو خدمت این حضرت آقایی که فرمودن، این آقای بریزید به حسابشون، خودشون هماهنگ کردن با آسفالتی و فلان و اینا. دست شما درد نکنه، ممنونم، محبت کردید، ممنونم. پس تا ظهر شبا میشه به حسابشون دیگه. تشکر میکنم.